در قزاقستان در هفته جاری بازداشت نخستین خویشاوند رئیس جمهور سابق نورسلطان نظربایف آغاز یافت. اولین شده روز 13 مارس هنگام قصد ترک کشور در فرودگاه الماتا جیان در گذشته پرنفوذ نظربایف غیرت ساتبولدی را دستگیر کردند. اگنته نظارت مالیوی قزاقستان گفت غیرت ساتبولدی در جنایت‌های اقتصادی عیبدار می شود، ولی دست داشتن او در جنایت‌های ضد امنیت دولتی نیز تحت تفتیش قرار دارد. به دنبال غیرت ساتبولدی همسر او گلمیره را نیز با اتهام غصب تجارت‌های دیگران به حبس گرفتند و روز 15 مارس مقامات غیرت بورونبایف یکی از افراد ثروتمندترین قزاقستان و قدای دورقه دختر کلانی نظربایف را نیز به حبس گرفتند. موج بازداشت‌های خویشاوندان نظربایف بعد موج از مقام‌های بلند راندن نزدیکان پرزیدنت سابق در پی اعتراض‌های خونین ماه ینور است. با استفاده از آن حوادث پرزیدنت کنونی قاسم جمعت توقیف توانست بالاخره نظربایف را از عرصه سیاسی به وحشت تنگ کرده خود را از سایه او در بالای سرش خلاص کند. غیرت ساتبولدی 51 ساله گنرال سابق کمیته امنیت ملی که با غصب تجارت‌های دیگران نام برآورده بود، اولین نفر از خویشاوندان نظربایف بود که به دست افتاد. او را در فرودگاه الماتا وقتی دستگیر کردند که میخواست به دبی پرواز کند. روز 16 مارس همسر او گلمیره ساتبولدی هم با اتهام غصب تجارت دیگران دستگیر شد. ژورنالیست روس ارکادی دوبنوف می نویسد حبس غیرت ساتبولدی حادثه اندکی نیست، چون که او و برادرش سمیت ابیش بعد هلاکت پدرشان دادر خردی نظربایف در خانه عمک خود به وای رسیدند و نورسلطان نظربایف که تنها 3 دختر داشت و پسر نه، این دو جیانش را پسران خود می نامید. آنها سالهای طولانی در ساختارهای امنیت کار کردند و سمیت ابیش تا حادثه های ماه ینور معاون رئیس کمیته امنیت ملی بود و همچون چشم و گوش عمکش از نام نظربایف فعالیت کمیته امنیت ملی و دیگر ساختارهای قدرتی و امنیتی حکومت را نظارت میکرد. اگنتی مانیتورینگ مالیوی میگوید غیرت ساتبولدی به سوء استفاده از مقام و از خود کردن مبلغ‌های خیلی بزرگ شرکت قزاق تلکام عیبدار می شود، ولی او همچنین با گمان دست داشتن در جنایت‌های دیگر که امنیت دولت را به هم میزند نیز مورد بازجویی قرار دارد. ارکاد دوبنوف میگوید در قزاقستان کسی شبهه ندارد که سبب اصلی حبس غیرت ساتبولدی نقش مدیش او در اعتراضهای خونین ماه ینور است. گنرال مستوی همچون حامی سلفی ها نام برآورده بود. او همچون رهبر اتحادیه ورزش‌های ملی قزاقستان در صف آن چندین هزار پیروان رویه تندگرای سلفیه را زیر تربیت گرفته. محض آنها به گفته منابع فراوان در قزاقستان از جمله منابع نزدیک به رهبریت این کشور قوه اساسی بی‌ترتیبی ها و بی‌نظمی ها در الماتا شدند. تا کنون عقیده بود که بر اساس توافق بین توقیف و عائله نظربایف در عوض از منصب های دولتی رفتن آدمان نظربایف امنیت آنها کفالت داده می شود، ولی حبس گنرال تا چند ماه پیش پرنفوذی که پرزیدنت قبلی او را پسر خود می نامید بنا به یک فرضیه که در بین الیت و قزاقستان می چرخد می تواند بیانگر آن باشد که اعضای عائله نظربایف شاید باز یگان عهدهداری خود را پایمال کردند. می نویسد دوبنوف. همین طور اگنتی مانیتورینگ مالیوی قزاقستان روز 7 مارس 2 روز بعد پیدا شدن خبرش بازداشت غیرت بورونبایف قدای دورقه دختر کلانی نظربایف را تصدیق کرد. در اطلاعیه رسمی گفته می شود که بورونبایف با اتهام دزدی مبلغ‌های بزرگ در ساختارها به نام دولتی به حبس گرفته شده است. دختر او عالمه سال 2013 با آیسلطان نظربایف پسر دوم دورقه ازدواج کرد. آیسلطان سال 2020 در لندن به علت استعمال مواد مخدر وفات کرد. بورونبایف از افراد بایترین قزاقستان به شما رفته فرانچایز مکدونالدز، دهها شرکت و کارخانه های بزرگ و همچنین کارخانه داروسازی قلغنده را که واکسینه های روسی سپوتنیک برای واکسینه زنی ساکنان قزاقستان در همین جا تولید کرده می شوند به او تعلق دارند. نظربایف که امسال به سن 82 می رسد سال 2019 از پرزیدنتی رفت، ولی توسط آدمانش همچنان از پس پرده کشور را رهبری میکرد. ولی بعد اعتراضهای ماه ینور که بیش از 200 کشته به جا گذاشت، توقیف آدمان نظربایف از جمله خویش و تبار او را از منصب‌های کلیدی دور انداخت. هر سه داماد نظربایف، غیرت شریفبایف، دمشق دسانوف و تیمور کلیبایف
در میان ماه ینور از رهبری شرکت‌های بزرگ قزاق‌گاز و ترانس اویل و از رهبری پلات ملی صاحبکاران اوتامکان استعفا دادند. برابر آنها سمیت ابیش نیز از مقام معاون رئیس کمیته امنیت ملی به استعفا فرستاده شد. دورغه نظربایف و دختر کلانی پرزیدنت که یک وقت وارث احتمالی کرسی پدرش شمرده میشد، کرسی وکیل مجلس را سپرد و از سیاست کنار رفت.